پروفسور تاریخ شناس بزرگ سوئدی دلایل جمع کرده، کتاب کرده، گفته ما به ترکا میخوریم، تهمون از ترکا. تو چرا میسوزی؟ بابا ترک رو نشناختین، شستشو ذهنی شدی، قربون شکل ماه. ترک رو بگم خلاصه بشنو. وقتی چینی به تاریخش نگاه میکنه، اونجایی که میتونه بهش افتخار بکنه، اتحاد ترک و مغول، خانات اویغور، تانگ، آنلشان، امپراتور آنلشان، یعنی تاریخ ترک رو میبینه، نصف تاریخ سرزمینش. هندی نگاه میکنه 3000 سال تاریخ ترک، ساکا، کوشانی، هون، سامانله، غزنوه، دهلی سلطانات، نمیدونم بابرله، ترک رو میبینه. اروپایی به سرزمینش نگاه میکنه، آلمانی هم فرانسه و فلان، امپراتوری هون رو میبینه، جایگذاری اینها رو در سرزمین شکل جدید اروپا رو میبینه. رومن به تاریخ دنیا نگاه میکنه، میبینه 3 بار توسط ترکان در هم کوبیده شده، آتیلا، محمد فاتح. ببین ترک یعنی نصف بیشتر تاریخ دنیا و هر ملتی هر جای دنیا نگاه میکنه به تاریخش، میبینه آقا ترک ها دارن اونجا حاکمیت میکنن. اینجا شروع تاریخ جهان، شروع مدنیت جهان از مزوپوتامیا، از سومرهای ترک، ایلامی ترک، طوایف متحد ترک ماد شناخته میشن با ساکاها و تا خزر و نمم آوار و هون و تمام امپراتوری هایی که اینجا بوده. تاریخ ترکه.